پاشو. راستی آشنا نشدیم. ارتان هستم. منم شعله. حداقل به دوستت گفتی؟ الان وقتش نیست. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين. داداش بذار با مامان. زود باش برو. نمیذارم خاکی مامان با اشکای تو کثیف شه. برو. الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل. به نظرتون گل چیه آقا فهمی؟ از طرف فیروزه و ارتان دمیرکان. ایاز پسرم، منو یادته؟ آره عمو قدیر یادمه. استانبول بودم، تا خبردار شدم اومدم. خیلی زحمت کشیدین. خیلی به گردنمون حق داشت، میدونستی؟ اگه نبود خانمم سر زایمان میرفت. خیلی آدم خوبی بود، خیلی. لطف دارین. پسرم، از بابات خبر داری؟ نه عمو قدیر، هنوز پیداش نشده. اون مرده باباتو آورد استانبول، دیگه بعدش من ندیدمش. متوجه نشدم کیو میگی؟ همون یارو دیگه، مگه آشنا نیست؟ دنبال بابات گشت، پیداش کرد، بعد با هواپیما آوردش استانبول. اما این قضیه مال خیلی وقتی پیشه، قبل از اینکه بابات گم بشه. مرتی که بی شرف. آیاز آیاز پسرم چی کار میکنی؟
آیاز ولش کن. آیاز بس کن. آیاز ولش کن. وقتی که خانواده ما اصلا پاشیدی همه چی ولش کن، بهش کاری نداشته باش. منم همه چی تو ازت میگیرم. آیاز همینجا میکشتم. آیاز بیا این بر. اگه اون یه ذره اعتماد من داشتم همینجا میکشتم. همه چیزو ازم گرفتی. من همین کارو باهات میکنم. همتون رو به خاک یکسان میکنم. دونه دونتون رو فهمیدی ارتان؟ اینجا حساب دونه دونتون رو. از این به بعد رود بارون بباره. ارتان کار منه. پات اگه به سنگ و شلم گیر بکنه اونم کار منه. ارتان کوتاه بیا پسر ولش کن. خیلی خوب ولم کنید. بس دیگه آیاز. بس دیگه آیاز کافیه. آیاز ولش کن. آقا ارتان خوبی؟ عالیم. هم به تو هم به برات گفتم نمیام. به هم میگی بین تو و آیاز چه خبره یا باز هم میگی به تو چه ربطی داره؟ آیاز چرا انقدر عصبانی بود؟ یعنی چی خانواده‌شو از هم پاشیدی؟ تو چرا میخوایی بدونی؟ بگو ببینم چرا؟ تو بگو. با آیاز چی کار کردی؟ نکنه اونم مثل من انداختی تو تله؟ من کاری نکردم. اون ازم کمک خواست، منم کمکش کردم. در ازاش چی خواستی؟ تو این دنیا چه لطفی بدون چشم داشته؟ بگو ببینم فیروزه، چه لطفی؟ تو دیگه چه آدمی هستی؟ میدونی چند تا زندگی رو نابود کردی؟ فکر کردی میتونی خوشبختی تو روی این ناراحتی رو بنا کنی؟ فیروزه داری کجا میری؟ میرم خونه. نه با من میای شرکت، فهمیدی؟ فکر کردی هنوزم میخوام تو اون شرکت کار کنم؟ فکر نمی کنم. مطمئنم. یه کار دیگه پیدا میکنم. با اجازه کی؟ هیچ کس، چون از کسی اجازه نمیگیرم. باید بگیری، چون فامیلی دمیرکان داشتن خیلی مهمه. مسئولیتش زیاده. بهت اجازه نمیدم. الان همون پروژه نصف نیمه‌ای که ولش کردی و کامل میکنی. جانشین آیاز میشی، همونطور که لیاقتشو داری. همونطور که لیاقتشو دارم. فیروزه آخر هفته با یه برنامه‌ریزی خوب ازدواجمون علنی میکنیم. خودتو خوب آماده کن. به عنوان زن من اونطور که باید رفتار کنی رفتار کن تا منم سر قولم بمونم. آبجی شکریه. چیه؟ چی شد پیداشون نکردن؟ نه پروندهش در حال بررسیه. از 2 نفر اظهارات گرفتن. یه سری هم میخوان برای بازجویی اظهار کنن. اظهار بگیرن بازجویی کنن؟ برای چی؟ نمیتونن بگیرنشون؟ والا نگران شدیم، کل محل نگران شدن آخه. پلیس میگه دزدی نبوده، انگار گوشه کنار پول قایم میکرده که بهشون دست نزدن. اگه دزد بود اونا هم بر میداشت دیگه، مگه نه؟ خنکه نیست، اصلا میرفت از یه جای دیگه دزدی میکرد. جا قطع بود. درسته.
فعلا من برم آبجی. سفدا، حالا که سر پایی برو یکم آشپزخونه رو تمیز کن. مگه من سر پا؟ به نظر من آره. داره بافتنی میبافه. حالا که اینجا موندنیه نباید همینطوری بشینه. الکی وقتتو تلف نکن. به جای اینکه انرژی تو بذاری سر کارهای الکی، برو یکم کار مفید انجام بده. جارو برقی رو بردار، از اتاقا شروع کن باشه. بعد که تموم شد پاشو برو آشپزخونه. پاشو. مامان جون من حاملم، خدایی نکرده هیچی نمیشه. من 9 ماهه بودم مثل چی کار میکردم هیچیم نشد. ماشاءالله همشونم قد شطور شدن. پاشو زود باش دختر. حالیه میشه یکم بشینی؟ خوب تمیز کن، قشنگ جارو بکشی ها. فقط اینطوری کثافتت پاک میشه. داری دختر مردم رو اذیت میکنی. نکن. جواب آزمایشم که دیدی دیگه چی میخواد؟ دیدم فهمیدم حامل از که چی. دلم باهاش صاف نمیشه. دست خودم نیست. چی کار کنم؟ الکی ادای آدمای خوشحالو در بیارم؟ از دست تو. آخه من چی کارت کنم؟ عاقلانه طرفدار کن پسرت. بابا بچهش تو شکم اونه، بهمون احتیاج دارن. اهل محل فردا چی میگن؟ یه عقلی عروسی چیزی باید واسهشون گرفت. عروسی چیه؟ این آدمی که لباس عروسی بپوشه بمیرم بهتر از اینه. عاشق هم شدن خب خوبه. وظیفه تو این راهو نشون بدی، باید کمکشون کنی. عالیه تو که اینجوری نبودی عزیزم. باشه دستشو بگیره ببر محضر عقدش کنه. من جایی نمیرم. بعدش هم یه خونه پیدا کن گورشون از اینجا گم کنن برن. خدایا بهم صبر بده خدایا. خوبید. ممنون. تو هم میتونی بری. اگه بخوای میتونم بمونم. ممنونم. وقتی مادرم مرد یعنی 5 سال پیش گفتم همه چی تموم شد. کل زندگیم نابود شد. خیلی خوب درکت میکنم. اینکه چه احساسی داری. رفیق جلوی خودتو نگیر. پسر گریه کن. بعضی غم‌ها وقتی خودتو خالی کنی دردشون کمتر میشه. این یه غم عادی نیست. غم از دست دادن مامانم غمی نیست که بشه فراموشش کرد. مامانمو کشتن، باعث مرگش شدن. ارتان دمیرکان زندگیمو نابود کرد. داداش اونجا تو مراسمم دیوونه شده بودی. نکن این کارو. اون دسته گله چی بود؟ فیروزه و آرتان دمیرکان یعنی چی؟ با هم ازدواج کردن. یعنی چی؟ مگه تو باباشو نجات ندادی؟ ها؟ خب چرا؟ عاشقشه. چه عشقی چه کشکی. مگه عاشق تو نبود؟ مگه نگفت عشقت از بین نرفته؟ ها؟
مگه میشه تو یه دل دوتا آتیش روشن باشه؟ من تو دلش فقط خاکسترم. آتیش اون دلم ارتان دمیرکانه. فیروزه هم زنشه، یعنی زن دشمن منه. داداش اینطوری نگام نکن، منو میترسونی. بوش کن یه لحظه، بوش کن دیگه، بوش کن پسر، بو کن. بوی مامانم هنوز روشه. ارتان باعث شد تا آخر عمر تو حسرت این بو بمونم. همه چیزم ازم گرفت. ارتان پدرمو پیدا کرده و آدرس خونه رو بهش داده. فقط یه نفر زندگی منو نابود کرد، اونم ارتان دمیرکانه. منم نابودش میکنم. هر چیزی که برای ارتان ارزش داره، اهمیت داره و براش مهمه، همه رو ازش میگیرم. به غلط کردن میافته. Kaybolan şu benliğimi alıp giden değil misin? Kaybolan şu benliğimi alıp giden değil misin? Şu sızlayan yüreğimi yaralayan değil misin? Şu sızlayan yüreğimi yaralayan değil misin? Değil misin, değil misin? Yaralayan değil misin? Alıp beni ötelere götüren sen değil misin? Değil misin, değil misin? Yaralayan değil misin? Alıp beni ötelere götüren sen değil misin? Gün oldu başıma hızar, gezer oldum diyar diyar. Gün oldu başıma hızar, gezer oldum diyar diyar. Ağustos'ta başıma kar yağdıran sen değil misin? Ağustos'ta başıma kar yağdıran sen değil misin? Değil misin, değil misin? Yağdıran sen değil misin? Alıp beni ötelere götüren sen değil misin? بله. صبح بخیر. صبح بخیر. آخر هفته رسید فیروزه. امروز جمعه است. مهلتت تموم شد. بگو که به بابا جریان ازدواجمونو گفتی. آره بهش گفتم. خوبه باشه. کی بود آبجی؟ هیچی، رئیسم بود آبجی جون.
ببین منو فلیز، منو نگاه کن. برو امتحاناتو بده. داداش نمیشه نرم. تو رو خدا منو ببر خونه. اصلا فکرم کار نمیکنه. امتحان و این چیزا برام مهم نیست. فلیز یه روز ازم تشکر میکنی که امروز فرستادمت امتحان بدی. جدی میگم. حتی اگه شده برگه خالی بده، اما برو سر جلسه. خواهش میکنم. از یه جایی باید به زندگیت ادامه بدی. میدونم عادلانه نیستش، اصلا نیست، اما زندگی اینه. مجبوریم ادامه بدیم. باشه فلیز جون، برو زود باش، برو. پس میام دنبالت. میبینمت. صحنه اون شب هر لحظه واسم تکرار میشه. برای همه چیز حاضرم. من باید انتقامم از اون مرد بگیرم. نمیتونم اصلا فراموشش کنم. حتی یک لحظه نمیتونم از فکرش بیرون بیام. باید انتقامم رو بگیرم. من اونو پیداش میکنم. مهوش، باید صحبت کنیم. منتظر تماست بودم. فلیز، فکر کردم نمیام. نمیخواستم بیام، داداشم به زور آوردم. بیا یه قهوه مهمونت کنم. قبل امتحان یکم ذهنت باز میشه. باشه، بیا بریم. صدای قلبشه. بله. میگم خیلی تنده. اشکالی نداره؟ کاملا سالمه. دقیقاً 2 هفته و 1 روزه. رشدش هم طبیعیه. نه میخوام یکم دیگه بشنوم لطفا. باشه، هر تو شما بخوای. حاملگی تو ما برنامه بود؟ قبلش رفتین دکتر؟ غافلگیری بود. شاید حتی یه معجزه است. معجزه است. آبجی اومدن، میخواد منو ببرن. یه کاری بکن. الوان چی شده؟ چی میگی؟ کی اومده؟ پلیس اومده، میخواد منو ببره. تو رو خدا منو قایم کن. یه کاری بکن آبجی. الوان آروم باش، مگه سراغ تو رو گرفتن؟ آبجی من نمیرم، زندگیم نابود میشه. همه چیم. الوان منو نگاه کن، منو ببین. آروم باش، سراغ تو رو گرفتن. مگه چیزی شنیدی؟ نه هیچی نشنیدم. خیلی خوب، شاید برای چیز دیگه اومده باشن. آبجی جون آروم باش عزیزم. الان همه میفهمن. من الان میرم ببینم برای چی اومدن. تو هم همینجا بمون، از اتاقم بیرون نیا، باشه؟ ای بابا، چه ربطی به فاروق داره؟ عالیه، فقط اظهاراتشو میگیری. آخه بابا برو بشنم، برو. سرکار جون، من که میام، اما ببین زنم حامله است. خب امروزم مصاحبه کاری دارم. پس بیاین زودتر بریم که دیرتونم نشه. یعنی میگی مجبورم دیگه؟ فیروز استفدا رو میسپارم دستت. باشه بریم سرکار. مامان، بابا چی شده؟ چرا داداشو بردن؟ میخوان اظهاراتشو بگیرن. این بدبختی ما تمومی نداره که. اینو شنیدم اما دلیلشو نفهمیدم. چرا این کارو میکنن؟ برای چی این کارو میکنن؟ به خاطر یاسین خدا بیامرز. آخه داداشم که یاسینو نکشته. پس کار کیه؟ چی میگی تو؟ چی میگی؟ به پسر من میگی دزد و قاتل؟ چی میگی؟ ای بابا بس کنین.
یه لحظه آروم نمیشینین، هی به هم میپرین. یه اظهار میده برمیگرده دیگه. یه دفعه آتیش میگیری. بی نزاکت، برو کنار. رفتن، نگران نباشه آبجی جون. یعنی منو نمیبرن؟ داداشو بردن 2 تا سوال بپرسن بعدش برمیگرده. نکنه از منم بپرسن. الوان میشه آروم باشی؟ حتما دنبال شاهدن. کی فکرشو میکنه که کار تو باشه؟ آروم باش دیگه، اینطوری نکن آبجی جون، اینطوری نکن، همه میفهمنو. فیروزه میگم که ببخشید باد بعد حرف زدم، باور کن به خاطر نگرانیم بود، ببخش منو. خیلی خوب باشه، اشکالی نداره. تو هم ترسیدی لب قرمزی؟ داداشمو خیلی دوست داره، با بلایی که سر بابام اومد چشمش ترسیده. آخه عزیزم، روحیه نوجوانا اینجوری حساسه دیگه. باشه پس من تنهاتون میذارم. الوان عزیزم آروم باش، فقط به من اعتماد کن. باشه خودم حلش میکنم. به تسلیت میگم. خیلی ناراحت شدم. خیلی خانم مهربون و آرومی بود. چرا بهم کمک کردی مهوش؟ ارتان کنترلش را از دست داده، از مسیرش منحرف شده. میدونی که با هم بحث کردیم. دیگه اینطوری شد. اگه نمیخوای بهم راستشو بگی برم. دیشب خیلی روش کار کردم. میخوام گهوارش اینطوری باشه و تختش هم اینجوری طراحی بشه با چند قفسه که فاصله هاشون از هم زیاده. روشون کار میکنیم، تیر دیشو براتون میفرستیم تا تایید کنین. خیلی خوبه. از مواد مضر که استفاده نمی کنین؟ اصلا تمام محصولاتمون ارگانیکه، در ضمن تولیدمون کارخونه ای نیست. نجارمون با دستو به روش قدیم کار میکنن. عالیه، دقیقاً چیزی که میخوام همه وسایل بچه‌م بی عیب و نقص باشه. پس سرها رو برام ایمیل کنین. قراره بابا جونش رو سورپرایز کنیم. نمیخوام دیر بشه. فیلیز ورقتو نشونم بده. اونجا چه خبره؟ علیه جون اینطوری شد دیگه. ممنون همسایه. خداحافظ. ای خدا بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، همین یکی رو کم داشتیم. مامان باز چی شده؟ خونه رو فروختن، ورثه اینجا با یکی به توافق رسیدن، تا هفته دیگه سند اینجا رو به نامش میزنن. بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، رفت. آروم باش علیه، حتما یه حکمتی داره. چه حکمتی داره؟ چه حکمتی میتونه داشته باشه؟
سورپرایز. تو اینجا چی کار میکنی؟ برای چی اومدی؟ اومدم زنم رو ببینم. الان وقت ندارم، میشه لطفاً بری؟ کیه دخترم؟ خواهش میکنم برو. دخترم؟ آقای یاشار سلام. اومده بودم دیدن شما اما انگار وقت ندارین. بفرمایید. حالا که تا اینجا اومدین برو کنار دخترم. چطوری الوان؟ خوش اومدین. بفرمایید. خوش اومدین آقا ارتان، چه غافلگیری خوبی. سلام. سلام. فیروزه چایی داریم؟ میارم مامان. بفرمایید. بلا به دور باش آقا یاشار. ممنونم، لازم نبود زحمت بکشید. این چه حرفی آقا یاشار؟ گفتم بیام رو در رو باتون حرف بزنم. قند. ممنون. برای همین اومدم. درباره چی؟ خونه رو خریدم. همین خونه که توش زندگی میکنی. با وراث به توافق رسیدم، پولشونم دادم. به زودی سند رو به نامم میزنم. اما خب من میخوام این خونه مال شما بشه. بعد از این همه سختیایی که پشت سر گذاشتین میخوام بهتون کمک کنم. نظرتون چیه عالی خانم؟ اصلا اگه میخواین خونه به نام شما بشه. این آرزوی تمام عمر منه. عالی میشه. یاشار لازم نیست. خونه رو خریدین، مبارک خودتون. ما یه خونه پیدا میکنیم اینجا میریم. کجا میخوایم بریم یاشار؟ به نون شبمون محتاجیم. عالیه. تا وقتی خونه پیدا کنیم مستاجر شما هستیم. کرایتونم روزانه پرداخت میکنیم. با چه پولی؟ من و دخترم شونه به شونه هم کار میکنیم، جور میشه. شما نگران نباش. فکرشو بکن، فقط 22 سالم بود. کلی آرزو داشتم. فقط برای اینکه بتونه شرکت رو بگیره منو شوهر داد. قدرتشونو گذاشتن روی هم. حتی به عمومم رحم نکرده، اون شرکت رو گرفتش. من با کلی غم و ناراحتی سالهای عمرم با مردی گذروندم که دوستش نداشتم. خوبه که ارهانو داری مهوش. آیاس، یه عالم اتفاقای اینطوری هست که میتونم برات تعریف کنم. از دوست دختر سابقش که خودکشی کرد گرفته تا همین جریان آسانسور. هر تون از زخم بقیه تقصیر میکنه. اینم میدونم که تو میخوای مجازاتش کنی، طبیعیه. مهوش، تو کجا میخوای پیش بری؟ نمیدونم، ولی اگه بدونم تو از چه راهی میری شاید منم بتونم همراهیت کنم.
راه من به نابودی ارتان ختم میشه. باشه، پس هر جور راحتین. اگه حرفی ندارین من دیگه برم. امیدوارم ناراحتتون نکرده باشم. بازم بلا به دور باشه. این که خودتون اشتباه میکنید و بعد معذرت خواهی میکنید فقط از شما برمیاد. متوجه نشدم. واضح گفتم. شما دروغ گفتید، من افتادم زندان. الانم گناهم انداختین گردن اون مهندسی که مرده. دادگاه کیه آقا ارتان؟ کی قراره که شما مجازات بشید؟ گاهی آدم اشتباه میکنه، ولی دلیل نمیشه آدم مجرم باشه آقا یاشار. مگه نه فیروزه؟ به نظر من از آزادیتون لذت ببرین آقا یاشار. من وقتی شما بیافتین زندان آزاد میشم. وقتی که عدالت اجرا بشه. بفرمایید. چیکار کردی؟ بیرون منتظرتم. تو کجا میری؟ بذار بره، نمیخواد بزرگش کنی. خودت کجا میری؟ میرم هوا بخورم. شبا متکو بیرون منتظر بمون. این مرده که داره میره رو تعقیب کن، ولی مراقب باش ارتان نبینه. باشه عمو، بهش میگم. عمو برای هر مشارکتی آماده است. قدرتمون میذاریم رو هم تا هر کی به خواستش برسه. میدونم دنبال این نفر بودی که ازش استفاده کنی. درخواستم برای همین بهم دادی. برای شکست دشمنم با دشمنش دست به یکی میکنم. موافقم؟ برای اینکه تو شرکت بمونم سهامتو به من واگذار کن مهوش. تو یا عموت هیچ فرقی نمیکنه. اگه بیرون از شرکت باشیم فقط نگرانش میکنیم، اما اگه توی شرکت باشیم نابودش میکنیم. باشه، قبوله. میدونه داری به من کمک میکنی؟ معلومه که میدونه. از روی اثر انگشت فوراً فهمید. حتی اگه منم در مقابل عشق بردارم تسلیم بشم، اون تسلیم نمیشه. من و ارتان دیگه رفتیم توی راه بدون برگشت. هیچی بهشون نگفتی؟ دیدی که پدرم چه حسی بهت داره. چطوری بهش بگم؟ پیشنهادی داری؟ فردا شب تو خونه خودم مهمونی شام میدم، تو هم میای اونجا. ازدواجمونو علنی میکنیم. میخوای بهشون بگو، اونا رو هم با خودت بیار. میخوایم بهشون نگو، فرداش بابات خودش توی روزنامه میخونه. با چه ذوق و شوقی اومده بودم اینجا. اصلا انتظار همچین برخوردی رو نداشتم. یه هدیه هم برای تو دارم.
اینو برای تو سفارش دادم. یه اردوی 2 روزه است. چی میشه بیای؟ نمیتونم بیام آیاس، تو برو. اگه تو نیایی منم نمیرم. آیاس برو دیگه، بیشتر از این با هم نیا، برو. فیروزه پس چلو تو بهم بده که بو کنم، دست ها تو بهم بده که همش پیشم باشن، یا گیره موهاتو بده که نگه دارم. من از وجود خودت محروم نکن، یه کاری بکن دیگه. ببخشید آقا، میشه یه لحظه با من بیاین؟ اقبال خانم میخواد باهاتون حرف بزنه. اقبال خانم کیه؟ بفرمایید. وقت دارین یکم با هم حرف بزنیم آقای یاشار؟ بله. آقای یاشار فکر کنم شما پدر فیروزه هستین. بله. من مادر ارتان دمیرکانم، اقبال دمیرکان. ببینین این کارشون اشتباه بزرگیه، خیلی مسخره است، غیر ممکنه، نمیشه. ببخشید ولی من اصلا متوجه منظورتون نمیشم خانم. ازدواج فیروزه و ارتانو میگم دیگه. چطوری؟ یعنی چی چطوری؟ ازدواج کردن دیگه، امضا کردن. بابات کجا رفت؟ نمیدونم مامان. حالا روزمونو ببین، اون وقت خونه رو رد میکنه. همه با هم دست به یکی کردین که نذارین یه سند به نام من بخوره. من باز میکنم. فاروق، آی خدا رو شکر که آزادت کردم. گفتن سفدا بدون تو نمیتونه زندگی کنه، ولم کردن. پسرم سلام مامان. آیش چی کار کردی؟ چیزی نبود بابا. چی شد داداش؟ چرا برده بودنت؟ هیچی آبجی، فقط ازم بازجویی کردن. قضیه اینطوریه که در خونه اصلا ضربه نخورده، به زور باز نشده، یعنی حتما کار دوست آشناش بوده. یه احمقی هم گفته ما با هم میپلکیدیم، پلیس هم واسه همین اومد منو برد. اثر انگشتم هم گرفتن ولم کردن. آخه با گلدون کشتنش، واسه همین اثر انگشت من روش نبود، فهمیدن کار من نبوده. با گلدون؟ با گلدون کشتنش؟ مگه نمیشه؟ عقل کن. نه نشده بود، اینطوری نمرده، خفش کردن. چی؟ خفش کردن. خفش کردن؟ تو مطمئنی؟ آره بابا، تا اثر انگشتمو بگیرن یارو 1000 بار گفت تو خفش کردی، تو خفش کردی، گفتم نکردم، باز میگفت. خدا به دور. با چی خفش کردن؟ وقتی معلوم شد کار من نبوده کلی از یارو حرف کشیدم، انگار مبلاش کوسن داشته، با کوسن خفش کردن. حالا معلوم نیست چند نفر بودن نامردا. بنده خدا. چی شد دختر؟ حالم بد شد.
والا حق داره. مرده. آبجی 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 من این کارو نکردم، من خفش نکردم. آروم باش حرفون، آروم باش. به خدا من خفش نکردم آبجی، کار من نبوده. آروم باش حرفون، میدونم کار تو نبوده. پس کار کی بوده؟ اون یارو آبجی؟ آره؟ من از کجا میدونستم شما خبر ندارین؟ بالاخره دخترتونه. هر شب به شخصیتش میاد دزدکی و مخفیانه همچی کاری بکنه. من فکر کردم شما مجبورش کردید با هم ازدواج کنن، چون اصلا امکان نداره ارتان دختری مثل فیروزه رو انتخاب کنه. اول به عنوان منشی اومد، الان هم که داره به عنوان زنش وارد زندگیش میشه. آخه مگه میشه؟ هدفش یه چیز دیگه بوده. پسرم از راه به در کرد. ساکت چین، نمیخوام یه کلمه دیگه بشنوم. شما چرا صداتون رو من بلند میکنی؟ منم به اندازه شما بیگناهم. بعدش هم اگه دوست ندارین خب ازدواج به هم بزنین. یه زن و یه دختر حریص و ندید بدید دارین. معلومه نمیتونم این مسئله رو با اونا حل کنم. وظیفه شماست که به عنوان سرپرست خانواده مانع این ازدواج بشین. به دخترتون بگین از پسر من جدا بشه، هرچه زودتر طلاق بگیرن.